بیش از 100 وکیل در انجمن نوبتی اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان در برابر انتخاب رئیس نو پهلوهای مهم فعالیت ادوکاتی و مشکلات خود را مطرح کردند. بار دوم است که اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان رهبری خود را انتخاب می‌کند. سعیدبک نوریدینوف که از سال 2015 پس از تأسیس این اتفاق رهبری آن را بر دوش داشت، با گرفتن 60% آرا دوباره رهبری این سازمان انتخاب شد. انجمن انتخاباتی ادوکات‌ها در حال برگزار شد که در چند سال اخیر پیشه ادوکاتی در تاجیکستان درگیر پیچیدگی‌های جدی شده است. اتفاق ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان نوبسته از مشکل‌های موجود بوده توانست که به یک نهادی استواری تبدیل یابد. البته دشوار بود وقتی که در این بین در قانون تغییرات‌های سنگینی وارد کرده شدند که ادوکات‌های زیادی ما بیرون از کسب ماندند. در حقیقت دشوار بود برای که اتفاق ادوکات‌ها عهده‌دار است که رساندن یاری حقوقی را در سراسر جمهوری تامین نماید. بعد تغییرات در قانون ادوکاتورا در سال 2014 محدودیت‌ها در کار ادوکات‌ها در تاجیکستان زیاد شد و تقریباً 1,500 نفر حق فعالیت را از دست دادند. حالا بیشتر از 800 نفر همچون ادوکات کار می‌کنند. برای اهالی 9 میلیون نفره این تعداد خیلی کم گفته می‌شود. در انجمن نوبتی خود ادوکات‌های تاجیکستان با قبول مراجعتنامه از پرزیدنت و پارلمان خواستند قانون کار وکیلان دفاع تغییر یابد. مثلا افرادی هستند که در نقلیات مثلا یک صدمه گناهکار کرده شده هستند و این هم همچون یک داغ سودی حساب کرده می شود و آنها دیگر امکانیت فعالیت کردن در ساحه ادوکاتوری از دست می دهند. فشار به وکیلان، محاکمه و حبس دراز مدت برخی از آنها دیگرگونی‌های ساختاری از مشکلات اصلی کار ادوکات‌ها در تاجیکستان گفته می شود. هفته پیش کمیسیای بین المللی حقوق شناسان از فشار بالای یک گروه از وکیلان دفاع در تاجیکستان نگرانی کرده از مقامات خواست فشارها را قطع کند. سعیدبک نوریدینوف وکیل دفاع در حال دوباره رهبری اتفاق ادوکات‌ها در تاجیکستان تعیین شد که به اطلاع کمیسیای بین المللی حقوق شناسان ریاست آژانسی ضد فساد در دوشنبه به جمع‌آوری معلومات درباره او شروع کرده است. نوریدینوف همراه با 14 وکیل دیگر از حقوق همکارش عبدالعزیز عبدالرحمن‌زاده وکیلی که گفته می شود شکنجه شده است حمایت می‌کند. من طبق طلبات قانون یعنی قانون درباره حمایت اشتراکچیانی مرافعه سودی به مقامات داخلدار از جمله وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیته امنیت ملی دولتی، پروکراتور ژنرالی جهت تامین کردن بخطری خود و همکاسبان مراجعت کردم. وکیلان دفاعی تاجیک که میگویند حالا به یک قشر آسیب پذیر تبدیل یافتند و می‌دارند پیشنهادها به پرزیدنت و پارلمان پیچیدگی و خطر در کار آنها را رفع و مستقلیت آنها را همچون وکیل دفاع تامین خواهد کرد.